من صالحزاده رخشانه رازی نسبت ماجرای شهر خاروق مردم شرفمند تاجیکستان را گفتنی هستم که با فتنه و انگیزه های ناخلفان باور نکنند و صلح و ثبات کشور عزیزمان را پایدار نگاه دارند و شکرانه از آزادی و استقلال کشور میکنیم. ما مادران طرفدار صلح هستیم و همیشه خواهان آن هستیم که اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امالی رحمان سایبان سر ما باشد و زیر سیاست پیشوای معظم ملت تنج و آسوده زندگی کنیم.